با سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی کانال نقیب آیتی. دوستان، یک لپتاپی پیش من اومده. عرض کنم خدمتتون که لپتاپ HP هست و من در همون مراحل اول روشن کردن متوجه این شدم که دستمو کنار لپتاپ که گرفته بودم حرارت خیلی بالا و یعنی آنچنان حرارتی داشت که دست من میسوخت از شدت گرما. خب نیاز به سرویس دیده شد در این لپتاپ و باز شده. تا اینجا اینو آوردم بیرون و خالی از لطف نبود که به شما حالا قبل از باز کردن میخوام نشون بدم که اون وقتی تاکید میکنم بهتون که سرویس های دوره‌ای برای اینجا به درتون میخوره که اینجور فشار روی لپتاپتون نیاد که هر نیم ساعت 45 دقیقه ریستارت بشه یا حتی زودتر و فشار مضاعفی رو روی لپتاپتون بیاره. حالا من اینجا این لپتاپ رو تا اینجا چیزش کردم، باز کردم. حالا باز میکنم با هم مراحل رو. ببینین این خمیر سیلیکون که خب هم اینور قشنگ کلن خشک و هیچی خشک، اینجا هم خمیری که چسبیده خشک و هیچ قابلیت رسانایی دیگه در این وجود نداره. خب این تا اینجا از وضعیت خمیره. خب حالا میریم خود فن رو ببینیم، مثلا وضعیت خروجی هوا که داره میدمه به این ور، این هوا رو میخواد گرما رو بده بیرون، وضعیت چجوریه. خب از اینجا فن ما بازش میکنیم و دوستان تماشا بکنین ببینین اینجا رو چه خبره. میبینین که کاملا جلوی خروجی هوا بسته شده، گرفته و این متاسفانه این وضعیتیه و وقتی هوا نمیتونه بیرون بره فشار میاره، گرما به صورت لوپ میپیچه و هیچ گرمایی رو بیرون نمیده و فشار فقط روی CPU هستش. دوستان اگر سوالی یا نکته‌ای بود خوشحال میشم با ما در میون بذارید. نقیب آیتی همچنان در کنار شما بوده و خواهد بود. تا ویدئوی دیگه دست همتون رو میفشارم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.